یعنی این حسابرسیه یا این ارزیابیه شامل بانک نمیشه دیگه، هر جا که آیتی وجود داره، هم تو حوزه موجودیتاش و هم تو حوزه روالهاش و هم از تو حوزه بالاسری حاکمیت بالاسری ما به نظرم نقصان زیاد داره. ما حسابرسای فعلی که حالا نقش ارزیاب فناوری اطلاعات رو داشته باشن اصلا داریم داخل کشور؟ به نظر من آقای افتاده اگرم داشته باشیم بسیار محدودن. توی کشور 2 یا 3 شرکت به تعداد انگشتان یه دست هم کار نکردن در حوزه آیتی آدیت. من همیشه میگم خود این 308 تا هر یه بندش یک پروژه عجیبه. حسابرس این گزارش رو قبل از مجمع به من میده. اصلا میگه من مجوز مجمع بهت نمیدم. آقای محمدپور گفتن که الزامی میشه حسابرسی حوزه فناوری اطلاعات برای از کی؟ من میگم تا موجودیت رو درست نکنی، زیست ساخته رو درست نکنی، کارا خیلی با استحقاق جلو میره. ما الان تو حوزه حسابرسی آیتی هنوز یه قانون نداریم. یه انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات داریم ذیل قانونی، نه ذیل وزارت. الان این انجمن در واقع ذیل وزارت علومه. ما یه در واقع حسابرسان خبره فناوری اطلاعات و ذیل این بتوانیم شرکتایی رو ایجاد کنیم. خود بخش حسابرسی بانک الان این کار داره دائم میکنه. ما دنبال اکسترنال آدیت هستیم. احسن. یعنی ما میخوام از بیرون هم یکی ما رو ببینه. تا زمانی که در لایحه هیئت مدیره بانک آدم آیتی نباشه، آدمی که به ریز و بم آیتی، بالا و پایین آیتی واقف نباشه، به نظر من اونجوری که باید و شاید این موضوع شکل نمیگیره. خانم واقفی، بانک مرکزی به نظر من خیلی خیلی بیشتر از ما نگرانه. این همه ترانزکشن آنلاین آقای افتاده خیلی برای ما هولناک و پر ریسکه. اصلا خدا نکنه برسه آقای افتاده به جایی که ما مورد حمله قرار و حمله موفق باشه. سعی کنید هر کاری که میدانیم باید انجام بدیم و انجام بدید. شک نکنید در انجامش.